پادشاه از وزیرش پرسید که چرا خدمتگارم همیشه از من خوشحالتر و شاداب است، در حالی که او هیچ چیزی ندارد و من پادشاه که همه چیز دارم، مال و ثروت و دارایی، حال و روزی خوبی ندارم. وزیر گفت سرورم، سبب در آن است که او گرفتار قاعده 99 نشده است. پادشاه با تعجب گفت قاعده 99 چیست؟ وزیر گفت 99 سکه طلا را در خلطچه میگذارم و شبانه آن را پشت در اتاق خدمتگار میگذارم و روی آن می نویسم این 100 سکه طلا برایت هدیه است. سپس ببین که چه اتفاق روی میدهد. وزیر نقشه را اجرا کرد. خدمتگار آن سکه ها را برداشت و به خانه اش رفت. وقتی به خانه رسید سکه ها را شمار کرد و متوجه شد که یک سکه کم است. خیال کرد که آن را در مسیر راه گم کرده است. همراه خانواده اش تمام شب را دنبال آن یک سکه گشتند و چیزی پیدا نکردند. خدمتگار خیلی ناراحت شد از اینکه یک سکه کم دارد. پریشانی به سراغش آمد، با وجودی که 99 سکه طلا در دست داشت. فردای آن شب خدمتگار خیلی ناراحت و پریشان حال بود، زیرا شب نخوابیده بود. وقتی پیش پادشاه آمد چهره ناراحت و غمگین داشت و مثل روزهای قبل خرسند و شاداب نبود. پادشاه وقتی چنین حالت را دید فهمید که قاعده 99 چیست. بله، قاعده 99 آن است که همه ما 99 نعمت در اختیار داریم و تنها دنبال آن یک نعمت هستیم که گمان میکنیم گم شده است. طول عمر به دنبال یک نعمت گم شده میگردیم و زندگی خود را با این ندارم و آن ندارم سپری میکنیم، در حالی که فراموش کرده ایم که چه نعمتهای ارزشمند دیگری را در اختیار داریم.